دادستانی نویه شامنصور شهر دوشنبه رسما تصدیق کرد که رزمنده معروف MMA از ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان چهارشنبه فرا روز 3 دکامبر بلافاصله بعد اخراجش از روسیه دستگیر کردند. سخنگوی دادستانی شامنصور به خبرگزاری دولتی خبر گفت به ضد چهارشنبیف بر اساس ماده های 189 و 307 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام برانگیختن کینه و عداوت بین ملت‌ها و محل‌ها و دعوت‌های عمومی به تغییر ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. سخنگوی دادستانی شامنصور به خبر گفت در نتیجه سنجش معین گردید که نسبت چهارشنبه ماه می سال 2014 از طرف شعبه وزارت کارهای داخلی شهر خاروغ برای جنایت دزدی مالکیت شخصی ساکن شهر خاروغ محمد کریموف عبدالنظر با ماده 244 پرونده جنایتی آغاز کرده شده ماه نوامبر سال 2014 قانون یافت تطبیق گردیده است، ولی نامبرده از این خلاصه ضروری نبرآورده منتظم به قانون شکنی ها ادامه داده است. منظور نماینده دادستانی قانون شکنی های چهارشنبه در قلمرو روسیه است، ولی افزوده سخنگوی دادستانی نویه شامنصور او همچون بلاگر توسط شبکه‌های اجتماعی اینترنتی خصوصا صفحه شخصیش پیوسته برآمدهای اغواءانگیزانه نموده به برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی و دعوت برای تشکیل کردن بی‌ترتیبی‌های عمومی مشغول شده است. نسبت به چهارشنبه در اساس موادهای موجوده از جانب پروکراتور نویه شامنصور شهر دوشنبه با ماده های 189 و 307 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و نامبرده دستگیر کرده شد. تفتیشات پیشکی ادامه دارد. دادستانی گفته است که چهارشنبه از لحظه دستگیر شوی طبق طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان با وکیل دفاع تامین شده است و به خویشاوندان نزدیکش درباره دستگیر کردن او همچون گمانبر در صادر کردن جنایت‌های مذکور رسما خبر داده شد. قبلا سامانه مستقل خبری پامیر دیلی نیوز که رویدادهای مربوط به بدخشان را پیگیری میکند خبر داد که چهارشنبه را شب 3 دکامبر از روسیه به تاجیکستان اخراج کرده او را در فرودگاه دوشنبه کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان پیشواز گرفتند و به این اداره بردند. قبلا منابع گوناگون خبر داده بودند که در تاجیکستان نسبت به چهارشنبه برای سخنان جنجال برانگیزش با اتهام برانگیختن کینه و عداوت بین محل‌ها پرونده گشودند. یادآور می‌شویم دادگاه شهر مسکو روز 29 دکامبر شکایت چهارشنبه فرا رد کرد و حکم دادگاه نویه استانکینو در مورد اخراج این ورزشگر از روسیه به تغییر باقی گذاشت. به این ترتیب قرار اخراج این ورزشگر زاده بدخشان قوه قانونی گرفت. دادگاه استانکینو روز 6 دکامبر حکم مجبوراً از روسیه بیرون کردن چهارشنبه فرا برآورد. دادگاه او را بر اساس قسم 3 ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه در ویران کردن قاعده‌های بود و باش در روسیه گناهکار شناخت و 5000 روبل جریمه هم بست. از روز صدور حکم تا زمان بیرون کردنش از روسیه چهارشنبه در بازداشتگاه سخاروو نگاه داشته میشد. چهارشنبه در ورزش MMA با نام اورج معروف است، ولی مخلصانش او را گرگ پامیر لقب دادند.